خب درباره بازی دیشب بارسلونا و رئال ماجورکا صحبت کنیم خیلی سریع. اولا که دنیل هانسی فلیک گرم که همه تلاش رو کرد که ما حداقل بالای 4 تا گل بزنیم، همون نتونستیم، همون سایش بردیم. افتضاح بودیم. بذار راستش رو بگم، ناراحت نشی، خودم ناراحت میشم دارم میگم، اما به هر حال افتضاح بودیم. چرا؟ یامال 300 تا موقع از دست داد، 300 تا شوت الکی زد که بالاخره کیش گرشه. توی بازی‌های بزرگ وقت نداره یامال این کارو کنه. یعنی نشون میده که یامال با اینکه خوب بازی میکنه اما به حال خیلی امکانات رو از دست میده. اصلا من منظورم یامال نیست، منظورم دفاعمون که اوکی بود خدایی، ولی اصلا مهاجمام خوب گل نکردن. اولا که یامال واسه نبود و فران تورس هم فقط یه موقع داشت گیرش اومد، همون شوت رفت گل و همون گل رو نمی‌زدیم شاید هم نمی‌شه گل کنیم. اما بدترین فاجعه که بود این بود که اولا که ما که هم از داوریش واقعا شانس آوردیم و جدا از این بدترین فاجعه این بود که ما وقتی اونها اخراجی نداده بودن دو گل زدیم و بعد اینکه اخراجی دادن یه گل فقط زدیم. یعنی ما اگه رئال ماجورکا از اول 9 نفره بازی می‌کرد ما شاید حتی می‌باختیم. این فاجعه اصلی کاره.